و وقتی که سیمای استاد علوالدین عبداللهیف را بعدی در گذشتهشان تصویر کرده بودم و در صفحه فیسبوکی هم گذاشتم. استاد خیراندیش فرمایش دادند که چهره استاد عبیدالله رجب، قیامالدین چقل و رحماندوست قربانیان را تصویر بکن. بعدا با فرمایش ایشان ما اینها رو تصویر کردیم. خوشبختانه پسند مردم هم شد.